رابرتو ببریم، قرار فرار کنیم. بزنش! خدای سوار ماشین بدوید، باید نجاتش بدیم. اگر پلیسی چیزی اومد بگو ما اینجا نیستیم، بریم دنبال سرنخ. بلند شو ببینیم که اینجا چرا خوابیدی؟ What the fuck؟ چی خبره اینجا؟ اینجا چرا پر از خونه؟ What the... سلام آقا. جانم. سلام عیزا. خوبی شما؟ قربونت برم. میگم که این تو چه اتفاقی افتاده؟ جانم. والا دیشب اینجا 2-3 نفر افتادن به جونم دیگه، زدن همه جا رو نیست و نابود کردن. دیدم شما هم خیلی خواب عمیقی هستی، بردمت پشت دخل، گفتم بخوابه، گناه داره. خب دست شما درد نکنه، خدا بخیر. قربونت برم. خب آقا این همکارتون نیست اینجا یه نفر اینجا بود؟ نه رفته مرخصی. خب آقا دست شما درد نکنه، ممنونم. قربونت. وایسا برگرد. عجلت چیه؟ برو داخل اون در آبیه. خب. لباس عوض کن، لباسات خیلی ناجور شده. لباس هست خونی شده چرا؟ اوکی آقا دست در نکنه. فدای تو. عجب مرامی داره، هیچی نداشت، فقط یه کلاه موتور سواری بود، یه دونه این یقه اسکیه. خب خوبه، بازم از چی بهتره. آقا دمت گرم، جبران کنم انشالله بعدا. عشق مایی، کاری داشتی سر بزن. قربانه. فکر نکنم بتونم اینجا بیام. خب بریم سمت شهر. خب امیدوارم که به مشکل نخوریم. خب باشه، صورتم یه تغییر دادم، امیدوارم اینجوری نشناسم. بریم ببینیم این شهر نامرد چه شکلی شده. دلم برای خونه تنگ شده، برای اون مزرعه‌ای که روش کار میکردم. یادش خیلی. یه روزی قسمت شد بود حتما برم اونجا. باید ببینم دست کی افتاده. دلم برای رفیق قدیمم خیلی تنگ شده. پدر دارم میام. پلیس؟ پلیس اینجا چی باید میگه؟ خیلی باید حواسم جمع باشه. موتوریه کیه؟ What the fuck؟ What the fuck؟ اوه بزن بغل. بله بزن بغل. مشکلی پیش اومده جناب؟ پسر جان عجلت چیه؟ انقدر عجله داری؟ عجله ندارم. چراغ قرمز رد میکنی؟ مدارک موتور مدارک داری هم بود؟ بله بفهم. شو ببینم. بله بایستین چک کنم. این گواهی نامت داره، بیمه هم داره موتورت. چرا انقدر تون میرفتی؟ یه ذره عجله داشتم. حواست باشه یه نفر هست خب با موی بلند تازه از زندان فرار کرده، دیدیش حتما گزارش کن. سر تو سرش دنبالشین. آفرین، دیگه هم تون نرو. بله دست شما دادم. اگه درگیر ماموریت نبودیم حتما موتورتو میخوابوندم. بله آفرین، برو سلامت. کلاه هم بذار. بله این مدارک این تو موتور بود. واو شانس آوردم. اگر مدارک نبود الان دو در سر میافتادم. برم پیش پدر.
این شهر برای من هم نیست، هرچند قبلا هم نبوده و الان همونطور. خب چقدر اینجا تغییر کرده. دنبال من میگردن. اما گور خوندید. چقدر اینجا پر شده. دور زمونه بدی. فکر کنم این ورا بود داره. نمیدونم، شاید تنها کسی که بهش اعتماد دارن و اعتماد داشتن دیگه نیست. اینجا کجاست؟ هیچ وقت اون روزا تلخ و یادم نمیره. سلام پدر. منم جاناتان. تغییر کردم نه؟ میدونم. روزگار با هم نساخته، پیرم کرده. تو این دنیا فقط امید داشتم که تو پشتم باشی، اما دیگه پیشم نیستی. میدونم ناامیدت کردم. اونجور که میخواستی بزرگ نشدم. What the fuck. الانم زندگیم ناهم شده پدر. تو این شهر برام جای امنی نیست. هیچ جایی وجود نداره که منو نجات بده. یه عذرخواهی بهت بده کنم پدر. امیدوارم بتونم جبرانش کنم، بتونم زندگی رو نو بسازم، اون چیزی که تو میخواستی رو انجام بدم. همیشه بهم افتخار میکردی، هنوزم بهم افتخار میکنی؟ زیاد نمیتونم اینجا بمونم، باید برم. امیدوارم بتونم دوباره برگردم اینجا و دوباره ملاقاتت کنم. ولی در کل دیدارمون به قیامت. اینجا جای امنی نیست، باید بریم. از وقتی که من از پرورشگاه آورد معنی زندگی کردن رو بهم یاد داد. بهم فهمون که امیدی هست برای زندگی کردن. من پدر مادر خودم ندیدم، ولی این پدر به محبت میکرد، دوستم داشت و شد پدرم. ولی من نتونستم براش پسری کنم. دنیا به هم اجازه نداد که این کارو بکنم. امیدوارم که منو ببخشه. وقتشه بریم دنبال سرنخ. اوه وایسا، بذار به سامی یه زنگ بزنم. الو. ای بابا
جواب بده دستگاه مرد. مشترک مورد نظر خاموش شو می‌باشد. برم The mobile set is چه off. اتفاقی براش افتاده؟ خب بریم سراغ گشتنی تو شهر، ببینیم چه سرنخی میتونیم پیدا کنیم. اوه. سر اینجا لیسا اینجا ریختن. what the fuck. همینجا فکر کنم خوبه. یه ذره اینجا رو قدم بزنیم. باید هرچه زودتر آمار اون پیرمرده رو بگیرم. خب شهرم عوض شد و این جایی که ماشینا خریدم عجب تغییری کرده اینجا، ماشاءالله. جالبه. بعد 12 سال به شهر برگشتم. چرا تغییر؟ What the hell is this؟ اسلحه فروشی. به اسلحه نیاز دارم. شما کنن کجا میشستید؟ شنونده که درس خوندم بله. همراه هم بیاد. شما؟ روزی میدم همراه هم بیاد. شما؟ من یکی از بادیگاردهای خانواده استیوز هستم، همراه هم بیاد. استیو؟ ابراهیم. ابراهیم من از کجا پیدا کرده؟ خیلی عجیبه. آقای ابراهیم از کجا منو پیدا کرده؟ بعد یه مدت طولانی از بیزنسشون برگشتن اومدن به شهر و خیلی سفارشتون کردن که اول ببریمتون یه جا به خودتون یه ذره برسید، چون میدونیم از زندان آزاد شدید. بعد بریم مثلا فرودگاه تا ببینیمشون. ابراهیم از کجا میدونه من از زندان آزاد شدم؟ آقای با این بوتیک هماهنگ کردن و هزینه‌اش کامل پرداخت شده. شما فقط هر لباسی که مد نظرتون بود انتخاب کنید و تشریف بیارید. بله. من اینجا منتظرم. بله. هنوزم مثل جوونش معرفت داره. چه شکلیه؟ هنوز پیر شده یعنی؟ چه شکلی شده ابراهیم؟ حتما موهاش سفید شده. شاید. آقا اینجا کسی هست؟ اوه ایناست. از همون اولم کلاسیک باز بود ابراهیم. چیز جالبی. پیراهن میراهن. خب هم یه پیراهن عادی هم بپوشیم کافیه. کفش مفشم هستی. خب بریم لباسا رو پروف کنیم. اولالا عجب چیزی شدیم. کربات برداریم. ولش کن بابا، حوصله کربات بستن رو ندارم دیگه. بریم که بعد از مدت ها ابراهیم رو ببینیم. Yeah, this hedge fund was like interested in financing, but I had to say late because my dad, right, is like a big time investor. چی کارم داره ابراهیم؟ خیلی عجیبه. لباس برازنده انتخاب کردید. بریم. ممنونم. آقای ابراهیم منتظر. فرودگاه هم تغییر کرده. عجیبه. بله. همین آشنی اول هستم. بریم آقای ابراهیم رو دیدن کنیم.
اسماعیل به و سلام علیکم نوکرتم چاکرم. خب قرار که ابراهیم بیاد. آره تو رادیو داره میاد موها چقدر سفید شده دیگه. چی بگم روزگاره دیگه ما سخت میگذره. به به بریم ملاقاتش. اینم از آقا ابراهیم. بریم که اینجوری بده بچه ها. بریم بچه ها بیاید. چطوری هست؟ به به چطوری؟ قربونت برم. پسر چاکرتم. بابا چه چه خبر؟ پیری شدی. موارن قیافرن پیر شدی یا خب دیگه به نظرم بستم. بریم سراغ کار اصلی. بچه دنبال من بیاد. در مورد خانواده چنین واقعا برات متاسف. ممنونم ممنونم. دوست داشتم پیشت باشم ولی نمیشد. خاطر یه سری درک میکنم بالاخره معاملات و بله. کار بیزینسی. بشین بالا. اوه 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 اوه. حالا میتونم اینجا انتقامو مثلا بگیرم. که نبودم پیشت ولی درسته. آمار اونایی که این کارو کردن تا حدی در آوردم. پس خبر داری؟ تا تهش در آوردم. ممنونم ازت. مگس توی شهر بال میزنه من آمارش باید در بیارم. این اقتضای کارمونه و اینکه حالا بریم خونه من اطلاعات بیشتر بهت بدم. خب خوبه. چند روز آینده قراره خیلی خون بخور کنیم. خوشحالم که دوباره میبینمت. منم همینطور. خونت اینجاست؟ بله به به. دنبالم بیا. او مای گاد. کارش مگه چیه انقدر محافظه؟ بشین رو صندلی و استراحتی کن. مرسی. زندان خوش گذشت. والا نه. ازت میدونی که خودت میدونی من آدم زندان نبودم ولی خب سرنوشت ما رو تغییر داد. هرچند بعدم نبود. چیزایی یاد گرفتم که قبلا نباید یاد میگرفتم. سری پرونده پیدا کردیم از اون شخصی که بهت گفتم. اسماعیل رفته پرونده شده بیاره. خوبه. امروز آماده میشیم. فردا و پس فردا قرار خون برپا کنیم. حسابی باید آمادهش باش. ابراهیم اینو چرا آوردی؟ این که دیگه است. بذار با خودم برم. همیشه کارا رو خودت انجام بده. نذار کسی برات انجام بده. ببین این برگه که دست منه آمار یه سری از افرادی که مشخصاتشون دقیقاً با قاتل پدر دیکیه. پدر من؟ با... بله قاتل پدر. پدر من که بر اساس سکته قلبی فوت کرد. نگفتی بهش اسماعیل؟ متاسفانه توی بیمارستان یه اتفاق افتاد. بعد از اینکه جنازه پدرتون رو به پزشک خانگی انتقال دادیم متوجه شدیم که قتل انجام شده و یکی با توجه به داروهایی که تزریق شده به پدرتون متوجه شدیم که کشته شدن و در مرگشون طبیعی نبود.
ببین خیلی متاسفم برای تو، ولی وقتی خبرش شنیدم خیلی اعصابم برم ریخت. همون روز آمار این افراد در آوردم، ولی چون پیشت نبودم و نمیخواستم خودت الکی درگیر بشی نتونستم. هیچ مشکلی ندارم، فقط هر چه زودتر آماده کن که ببین با اون کار دارم. آمارشونو داره. این آدم کسی نیست جز